یک دو سه صدا میاد. سلام علیکم مخلص همه برای بچه‌های گرام اینستاگرام و اینستامرام. بذار ببینم عادل سلام چطوری؟ کوچول همتون حشمت خالتورم. اومدم یه لایو دو دل دو دماغ مشتی تقدیمتون کنم. به کوری چشم آخونده و سگ و سیله هاشون جمعی با هم آنتن و وای فای و بلوتوس و مولوتوس و فجازی و مجازی رو همه رو با هم دیگه بهتر کنیم بره رو هوا. ببین کلی هم مهمون داریم نها کن. آره اینجوری هست. البته باز بگم که این روزا زیر نعله این آخونده همینطوری زلزله هست که میاد و میره. زلزله هاش هم انقدر خفن و برگریزونه که دیگه کار از مقیاس ریشتر گذشته، مقیاسش شده ریشتراش. آره جون تو. نمودار چاکر پاکری حشمت خان واسه شما از پیک گذشته. دهک بالا و دهک پایین هم چی نداره، همیشه صدکه. خلاصه ببخشید که امشب ما دستخالی اومدیم تو لایوتون. خب دوستان از زیر هی فشار میارن میخوام بیام بالا. کیه که میخواد بیاد بالا؟ بذار ببینم کیا تو صفن. بذار ببینم کیا تو صفن. نگاه کن چقدر گنده میشم من. نگاه کن اینا کیه؟ این آخونده کیه اینجا؟ نگاه کن با این فیس زاگاریتش. جون شما بزنین آخونده رو بیاریم بالا، بزنین پاک زایش کنیم. بیا بالا بینیم بابا، بیا بالا. با سلام خدمت امت همیشه در اینستا. بنده قاضی القضات سایبری هستم. اومدم نهی از اینستا و امر به منبر بکنم. تو هم که از وجناتت معلومه که از اون اغتشاشگرای ضد ولایت فقیهی که از طرف ایادی شرق و غرب در فضای مجازی مشغول جنگ نرم و خراب کردن چهره نظام الهی ما و مقام عظمای ولایت هستی. چایدی بند خدا، تو همین هیبت و حشمت و وجنات ما رو که دیدی زرد شدی. دیر آمدی ای آخوند سرمست. عظما و وسیجه و پاسداراش هم کف خیابون هم کف مجازی ما نفلشون کردیم. تو کیش میشی؟ تو کیو؟ آخوند ولایت مدار همینجا هشدار میدم که عاقبت شما هم در یک عملیات پیچیده چند وجهی توسط سربازان گمنام ولایت دستگیر میشی و به سزای اعمالت میرسی. نه ماله، بذار اونایی که به سزای اعمالشون رسوندی از بیمارستان مرخص شن، بعد نوبت ما برسه. نفله تو فعلا کتلت حاج قاسم و ساندویچ کن. تحریم محریما رو بس تو که مقام عظما رو برده رو ویبره. اعتصابا هم که خفتون کرده، امامتون هم که تو منطقه پریشونه. چی میگی با اون قیافه زاگاریته؟ بگو اینا همه تبلیغات دشمنان نظامه که میخوان سیاه نمایی کنن. ما در اقتدار کامل به سر میبریم و در همه زمینه ها همینطور که مقام عظما گفتن رکورد زدیم. ای خدا. بله تو زمینه تورم و گرونی رکورد زدیم، تو اختلاس و دزدی و رانت رکورد زدیم، تو قتل و غارت ملت رکورد زدیم، تو دروغ دبنگ و خالیبندی رکورد زدیم، تو تبدیل ریال به پهن رکورد زدیم، تو شلیک به ناوچه و هواپیمای خودی هم رکورد زدیم، تو ترور و انفجار هم رکورد زدیم. دماغو تو قاچ زینو بچسب رکورد زدن پیشکش. گفتی دلار خوبه یادآوری کنم که برخلاف جفسازی های شما و تشویش اذهان عمومی قیمت دلار سقوط کرده. نه بله اشته بعضتون رسوندن. اونی که سقوط کرده قاضی منصوری بود نه دلار. این اعتماد به نفسی که تو و باقی همریشات تو دروغگویی دارین اگه علف بیابون داشت سالی 3 بار زعفرون میداد. آره کسایی که این لایو رو دارن نگاه میکنن تحت تأثیر این عامل خودفروخته قرار نگیرید آقا، قرار نگیرید. اینا کسایی هستن که میخوان دستاوردهای نظام رو سیاه نمایی کنن آقا. اینا با استکبار جهانی عهد اخوت بستن و از یک کشور شرور کوچیک اروپایی به نام آلبانی هدایت میشن. شما فقط عنایت داشته باشید که جمهوری اسلامی 5مین قدرت موشکی جهانه. خب بابا لاف یخ کرد. 5مین قدرت موشکی جهان نمیخواد تخم مرغ ارزون کنه؟ امشب یه املتی بزنیم لاغر. 5مین قدرت موشکی دنیا نتونسته تخت پاره خودشو وسط آب بزنه. ای توفتون ریش زرد تو جسم ناقص مقام عظما. شما آخوندهای مفخر چی از گرونی و مشکلات این مردم حالتونه؟ اصلا تو میدونی قیمت نقل تو بازار چنده؟ قیمت نقل؟ نه. تو میدونی قیمت نبات چنده؟ نبات؟ نه والا. حالا چی شده؟ جشنی چیزی تو راهه؟
نه بابا، میخواستم ثابت کنم خیلی خری، چون از قدیم گفتن خر چه داند قیمت نقل و نبات. این خریتتون تو همه چیزم هست، از اون امام قاتل که میگفت اقتصاد مال خره تا همین کرونا که مثل خر توش گیر کردیم. آره قیافه رو. اولا اینکه همونطور که مقام عظما گفتن این کرونا یه آزمایش الهیه و ما ازش به عنوان یک فرصت استفاده میکنیم. مقام عظما با اون کله کروناییش غلط کرده، خودش پدر جد کروناست. چطوریاست چه وقتی تو کشورهای دیگه میره میشه عذاب الهی، به ایران که میرسه میشه آزمایش الهی. ما شدیم پروفسور الهیات. آره بابا خود آقای روحانی گفتن کرونا از پیک گذشته و خیلی شهرها الان وضعیتشون سفید شده. آقا سفید شده؟ کدوم شهر رو میگی؟ خوزستان تا پیروز زرشکی و مایل به خاکستری بود، بعد یه روزه سفید شد. با وایتکس هم میشد اینقدر سریع سفید نمیکرد. بس که دروغگویید شماها. همه اینها تبلیغات دشمنان نظامه. عجب گیری کردیم ما. تو خیابون که میزنن سر صورتمون رو داغون میکنن و این رنگیمون میکنن. نماز جمعه و روزخونی هم که به خاطر کرونا تعطیل شده. یه اینستاگرام مونده بود که اینم افتاده دست شما. حالا اگه موافق باشید بنده خطبه های دومم رو شروع کنم. آقا بیا برو بیرون بینیم بابا. زردک با اون تریپت که شبیه آرنج بزغاله میمونه. تا همینجاشم که آوردمت بالا به خاطر این بود که با رفقا به ریش تو و مقام عظمات بخندیم. با اون قیافت نکن یا نوشته آخوند ظالم گم شو، آخوند مفخور. برو بینیم بابا، برو گم شو بینیم بابا. حوصله‌تو نبینیم. برو برو دنبال کار. ببخشید خلاصه دوستان، اگه تصویر اشکالی داشت به خاطر نحوست این آخونده است. هر جا که میرن کلن اصلا تصویر به هم میریزه، صدا هم که اصلا کلن داغونه. میدونی که آخوندن دیگه، یا آخوند مفخور و دوز که البته به همت شما میزنیم جاروشون میکنیم، این مملکت رو آزاد میکنیم. خب آقا کلی خندیدیم، کلی خجسته شدیم، گلی به گوشه جمال همتون که آخرت مرام و معرفتی. استوریای همتون عشق است که لایک بیشیل پیل است که نثار پیجای شورشیتون میخوام بکنم. حشمت رو به باقی رفیقاتون هم معرفی کنید. میام بازم پیشتون، کلی سورپریز دارم براتون. فدا مدا، بیناز و ادا، قربون همتون، عزت زیاد. سلام برسونی برای بچه‌ها. کوچیک داداش کرتم. مرسی.